سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو پست قبلی راجع به این صحبت کردیم که دندان تو حالت استراحت نباید با هم دیگه قرار بگیره. همین اول کار بگم که هیچ وقت از زبونتون برای جلوگیری از این کار استفاده نکنید، چون نیروی ارتودنتیک بسیار شدید رو به دندون‌ها وارد میکنه. بدون وقت تلف کردن بریم سراغ یه سری عادت‌ها که باعث میشه ناخودآگاه دندون رو هم دیگه قرار بگیره. ممکنه تو حالت عادی دندوناتون با هم دیگه فاصله داشته باشه، اما به محض اینکه سرتون بیاد پایین تماس دندانی برقرار میشه. متداول ترینش هم این گوشی‌های موبایله. یه روش خیلی ساده برای جلوگیری ازش هم اینه که بیاین از دست مخالفتتون زیر بغلتون به عنوان جک استفاده کنید و گوشی دقیقاً مقابل صورتتون قرار بگیره. کسایی که عادت استفاده طولانی مدت از لپتاپ و کامپیوتر دارن، بهتره که یا صندلیشون رو جوری تنظیم کنن که صفحه مانیتور دقیقاً مقابل صورتشون قرار بگیره، یا اینکه یه وسیله چیزی زیرش قرار بدن که خیلی راحت‌تر بتونن مستقیم به مانیتور نگاه کنن. همچنین کسایی که عادت به مطالعه طولانی مدت دارن، بهتره که از کتابیار استفاده کنن. و در آخر برای کسایی که عادت دارن طولانی مدت دستشون زیر چونهشون قرار میدن، بهتره که از قرار دادن دست زیر گونه استفاده کنن و این نکته رو هیچ وقت فراموش نکنید که آسیبی که به دندون وارد میشه بسیار کمتر از آسیبی است که به مفصل فک وارد میشه. مرسی.